Pra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode sentar. Pode. اگه میذارن 2 دقیقه آدم آروم بگیری، باید با شتاب برقب، با شتاب که ترانزیشن اینجا رخ بده. با اینکه از امتحانم خسته اومدم بیرون ولی هیچ تایمی ندیدم به غیر از اینکه الان این میکاپ رو انجام بدم. میکاپی که ترند شده ترکیب میکاپ چینی و میکاپ اسپانیایی. امیدوارم نرینم توی ترند. دل میکاپش چطوریه که باید حتما ابروهات شیپ شده و من همیشه با شیپ دادن به ابروام مشکل دارم، اصلا دست به ابروام نمیزنم. اصلا ببینم مگه اصلا مداد ابرو دارم من. دوستان از سایه استفاده میکنم به جای مداد ابرو. نه من بلد نیستم آخه این کارو. به نتیجه اعتماد کن. تا الان نورو درست نکردم من. میکاپ چشمش از اینجا به بعد آسیایی میشه. تخصص من داره به یه جاهایی میرسه فکر میکنم. پلت فول امکاناتم رو برمیدارم، اینشو استفاده میکنم، میزنم زیر چشمم، یه دونه از اینا برمیدارم، اینی که بازمانده است قهوه‌ایشو استفاده میکنم از این گوشه. چیکار میکنی؟ من این خطر رو خودم دارم. یه سایه خیلی ریز. ببین یه چیزی از این در اومده که لبهاش کاملا به سبک لاتینه. فرم خاصی باید بدیم و قراره که از این رنگ استفاده کنم. فقط همینو بگم که فیس آیدی گوشی منو قبول نمیکنه. اگه دوست ندارید ترانزیشنشو برید، میکاپش رو امتحان کنید. این میکاپ، خب این میکاپ با این عینکه خیلی خوبه.